سلام دوستان و عزیزان برادران ارجمند. یک خبر خوش به سمع شما میرسانم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میفرماید ان تحب یلین قلبک و تدرک حاجتک. ای امتی من، ای پیروان من، آیا شما دوست می‌دارید که دل شما ملایم شود و کار شما برآورده شود، مقصد کار شما پیشرفت کند، بهترین رزق از جانب الله پیدا کنید؟ اصحاب در جواب گفتند نعم یا رسول الله، بله یا رسول الله، میخواهیم که دلهای ما ملایم شود، کارهای ما برآورده شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گفت ارحم الیتیم، رحم که بر یتیم ها، در هر کجا که یتیم را که میبینی به اونها رحم کنی. و طعام من طعامک، از اون طعامی که خود استعمال میکنید با اون برادرتونم چیکار کنی، برادرتونم خواهرتونم چیکار کنی، عطا کنی. یلین قلبک و تدرک حاجتک، دل شما ملایم میشه و کار شما با برار میشه. نگاه کنید توجه ما را رسول الله صلی الله علیه و آله به دو عمل دلالت میکنه در این حدیث. یکم دل انسان چیکار میکنه، میگه میخوای که دلت ملایم شود. وقتی ما خواستیم که اگر دلهای ما با اخلاص شود، با محبت خدا و پیامبر و مسلمین باشه، هر دلی که ملایم کشید در اون دل محبت الله پیدا میشه، اون انسان مهربان میشه، اون انسان رستگار میشه. به همین خاطر یکم شرط پیغمبر چی گفت؟ رحم کنیم به یتیم ها و به مسکین. در هر کجا که یک یتیم میبینه، یک بیچاره میبینه، برادران دستگیری کنه. ان شاء الله دستگیری که کرده، الله دلهای شما را چکار میکنه؟ با محبت خودش اون دلها را چکار میکنه؟ به اخلاص ملایم میکنه. دیگر اینکه کارهای شما برآورده میشه. بعضی برادران سوال میکنه که دعا یا یگم تمہارے بر ما عطا که ما تو کارای ما پیشرفت کنه. نگاه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ما را دلالت به چی کار میکنه. به این خاطر هر کسی را که هر یک تیم، هر یک غریب و بیچاره را که دستش میگیریم، الله متعال فکر من شما را میکنه. به این خاطر این حدیث گوهر بار رسول الله صلی الله علیه و آله در زندگیمو، هر یک ما و شما همچه یک معلم غمخوار در زندگیمو که گرفتیم، ان شاء الله خور نمیشیم. الله نگه زیبا میفرماید به ما و شما و ما آتاکم رسول فخذوه، هر چه که پیامبر به شما داد او را بگیره، و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر کاری که الله پیامبر گفت که نکنه او کاره. به این خاطر این چی نصیحتی بهترین پیامبر ما را کرده است. به این خاطر برادران عزیز، این حدیث همچی یک دستور عمل زندگی تو بگیره، یک چیز مهم بگیره، ان شاء الله هدایت میاد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.